سلام درگن فامیلی، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم راجع به شینیگامی‌ها صحبت کنیم. موجوداتی که بعضی جاها بهشون میگن خدایان مرگ، بعضی جاها ارواح مرگ. دیشب داشتم بلیچ میدیدم و یه لحظه به ذهنم خطور کرد که من تا حالا راجع به شینیگامی‌ها صحبت نکردم. و از همون دیشب شروع کردم تحقیق کردن راجع به شینیگامی‌ها تا ببینیم که چه موجوداتی بودن و کارشون چی بوده. اگه انیمه میبینید احتمال زیاد میدونید که شینیگامی‌ها چه جور موجوداتی هستن. اگه انیمه ندیدید و میخواید شروع کنید یا دوست دارید بیشتر راجع به شینیگامی‌ها بدونید، میتونید انیمه دث نوت رو ببینید. دفترچه مرگ خیلی پیشنهاد میکنم، یکی از بهترین انیمه هاییه که دیدم و خیلی داستان جالبی داره. اما بریم ببینیم که شینیگامی‌ها توی افسانه‌ها چه موجوداتی بودن. خیلی موجودات مرموزی بودن، چون که طی گذشت زمان داستان‌ها راجبشون عوض می‌شده، اما بیسشون همونه. شینیگامی موجودی که روح رو به دنیای بعد از مرگ میبره، یا بعضی جاها گفته میشه که باعث میشه که یک آدم بمیره و روحش رو ببره. اما این باعث شدن باز هم زیر مجموعه خودشو داره. بعضیا میگن شینیگامی‌ها اینطورین که وقتی زمان یکی فرا برسه میرن و روحشون میگیرن، و بعضی جاها اومده که شینیگامی‌ها باعث مرگ میشن تا روحو بگیرن. شینیگامی‌ها یه گروه بزرگن و هر شینیگامی کاراکتر خاص خودشو داره. میتونه تریکستر باشه، گول زننده باشه، میتونه مهربون باشه و خیلی آروم شما رو به دنیای پس از مرگ ببره، و حتی میتونه خیلی ترسناک باشه و دهن شما رو سرویس کنه به قولی. اما الان بریم ببینیم که توی ژاپن از اول چه دیدی داشتن بهشون. توی هر دوره از تاریخ ژاپنیا شینیگامی رو به یه شکلی میکشیدن و توصیف میکردن، اما چیزی که از اول تا الان مونده اینه که شینیگامی ها جسم ندارن و بیشتر یه چیز اسپریچوالن یا سوپرنچرالن که هیچ جسمی ندارن، و وقتی که شما یا نزدیک مرگ میشید و یا دارید میمیرید میتونید شینیگامی ها رو ببینید. توی ادبیات ژاپن خیلی راجع به شینیگامی ها صحبت شده و هر داستانی که راجع به شینیگامی هاست قشنگ یه داستان جداست، یعنی هیچ شباهتی به هم ندارن جز اینکه شینیگامی هن. الان من 3 تا از داستان ها رو بهتون میگم، نوشته ها و ادبیات ژاپن. یکی از این داستان ها و ادبیات نینگو یویوریه که اینجا یک زن و یک مرد میخوان خودکشی 2 نفره کنن. یاد دازای افتادم تا اینو خوندم من. و اونجا یه شینیگامی هست. اینجا شینیگامی این معنی رو میده که زندگی خیلی کوتاهه و نباید زمانمون رو صرف این کنیم که از مرگ بترسیم یا بخوایم مرگ رو زودتر از موعدمون داشته باشیم. و اما توی قرن 18 و 19 دیدگاه به شینیگامی ها کامل تغییر کرد. ببینید اسم اینو یه خط اسمه و اگه من اشتباه گفتم. به هر حال من اسمشو براتون مینویسم و اگه بخواید میتونید برید سرچ کنید راجبش. کتاب ایهون هیاکو مونوگاتاری از ناتسوهیکو کیوگوکو. این یک کتابیه که راجع به موجودات سوپرنچرال و افسانه‌ها، موجودات افسانه‌ای ژاپن توش نوشته شده. و اینجا یک داستان هست با تایتل شینیگامی. اینجا کلاً دید شینیگامی یک چیز دیگه شد، یک موجود شیطانی و شرور. توی این داستان گفته شده شینیگامی‌ها موجوداتی هستند که انسان‌ها رو تسخیر می‌کنن و باعث میشن که امید به زندگی انسان‌ها کم کم از بین بره و باعث میشن که انسان تمام خاطرات بعد زندگیشو توی ذهنش مرور کنه و حتی نتونه احساسات خودش رو به خانواده‌اش یا اطرافیانش بگه که چشه، تا مثلا بقیه نتونن کمکش کنن. و در آخر انسانی که شینیگامی تسخیر کرده تنها آزادی خودش رو توی مرگ میدونه و خودکشی میکنه. اینم یه دیدگاه دیگه راجع به شینیگامی است. اینو خودم نشنیده بودم و به نظرم جالب بود. اینطوریه که شما افسردگی ندارید، شینیگامی شما رو تسخیر کرده. و اینجا باز یه داستان دیگه ای هست که من فکر میکنم یه انیمه داره. اگه اسمشو میدونید بگید. من توی پینترست سرچ کردم و عکساشو دیدم، اما هیچ کس اسم انیمه رو ننوشته بود. اگه اسم این انیمه رو میدونید حتما توی کامنت ها برام بنویسیدش، چون خیلی دوست دارم ببینمش. و اگه خودم هم اسمشو پیدا کردم توی کامنت ها براتون پین میکنم. داستان از اینجا شروع میشه که یک مردی میخواد خودکشی کنه و یه شینیگامی میاد پیشش میگه زندگی همه انسان ها مثل یه شمعه. تا وقتی که شمع کامل آب نشه زمان مرگ شما فرا نرسیده و تو نباید این کارو کنی، چون هنوز شمع تو خیلیش مونده. و شینیگامی برای اینکه این طرف امید به زندگیش زیاد شه و زنده بمونه چیکار میکنه؟ بهش یه حقه یاد میده که چجوری پولدار بشه. این مرد بعد از رویارویی با شینیگامی یه دکتر قلابی میشه
و میره کسایی که دم مرگن رو نجات میده. چطوری؟ وقتی که شینیگامی ها میخوان روح انسان رو بگیرن، اگه پایین تخت باشن، این دکتر قلابی با یه کلمه جادویی این شینیگامی ها رو فراری میده و یه جورایی اون شخص زنده میمونه، چون شینیگامی نیست که روحش رو بگیره. و اما اگه شینیگامی بالای سر مریض باشه، به هر حال شینیگامی روحش رو میگیره. تا اینکه رسید به یکی از مریضاش که خیلی پولدار بود و شینیگامی بالای سرش وایساده بود و اون مرد نمیتونست شینیگامی رو فراری بده. اما خانواده اون مریض قول پول خیلی درشتی بهش دادن و اینم وسوسه شد و حریص شد. شینیگامی وقتی که خوابش برد، نمیدونم اصلا چرا شینیگامی باید خوابش ببره، ولی خب شینیگامی خوابش برد و تخت رو جابجا کردن جوری که شینیگامی پایین پای اون مریض باشه. و دکتر قلابی داستان ما اون کلمه جادویی رو گفت و شینیگامی غیب شد. وقتی که برگشت خونش دید شینیگامی توی خونشه و بهش گفت که چیکار داری؟ شینیگامی بهش گفت که بیا بریم با هم یه نوشیدنی بخوریم. و دکتر گول شینیگامی رو خورد و وارد یه اتاقی شدن که پر از شمع بود. همون شمعایی که نشون دهنده زندگی انسان هاست. و اون شینیگامی بهش شمع خود مرده رو نشون داد و گفت که تو به خاطر کارایی که کردی شمعت خیلی سریع سوخت و الانه که خاموش بشه. دکتر داشت میمرد و قشنگ توی اون لحظه‌ای بود که هر چیزی میخواست جز مردن و امید به زندگی بالایی هم داشت. شینیگامی بهش گفت که میتونی طول عمرتو بیشتر کنی. فتیله این شمع رو بذاری روی شمع دیگه و زندگی یکی دیگر رو بدزدی. اون مرد این کار رو کرد اما شکست خورد و خب مرد و اون شینیگامی هم اون روحی که میخواست بگیره رو گرفت. توی اوایل ادبیات شینیگامی موجودی بود که خیلی آروم و خیلی راحت روح رو میبرد. اما با گذر زمان شینیگامی به یه موجود یه جورایی شیطانی تبدیل شد که هر جوری شده میخواد روح رو بگیره. و توی انیمه دفترچه مرگم که دیدیم ریوک حوصله‌اش سر رفته بود و اون دفترچه رو انداخت تا حوصله‌اش سر نره. این تمام چیزی بود که من میتونستم راجع به شینیگامیا پیدا کنم و به نظرم موجودات جالبی هم، با اینکه داستان‌های زیادی راجبشون هست اما یه جورایی هنوز مرموزن و قشنگ معلوم نیست چیان. حتی معلوم نیست که خداان، فرشته‌ان یا فقط ارواحن. همسایه‌مون تصمیم گرفته سقف ما رو خراب کنه، پس من سریعتر حرفامو بزنم. بچه‌ها من بلیچ دارم میبینم و بعد از ناروتو من هیچ انیمه‌ای ندیدم که انقدر بخوام ابسستش باشم. خودم ترجیح میدم شینیگامی‌ها رو مثل اوراهارا توی بلیچ ببینم چون کراشمه و یاد کاکاشی میندازه منو و دوتاشون خیلی خوبه. اگه انیمه‌ای میخواین که راجع به شینیگامیا باشه من توی دیسکریپشن براتون اد میکنم، چون چند تا هستن که اسمشون رو حفظ نیستم ولی میدونم هستن. و انیمه‌های پیشنهادی من به شما در کل اگه بخواید انیمه دیدن رو شروع کنید، یکیش دد نوت، دفترچه مرگ، بانگو استری داگز، سگ‌های ولگرد بانگو و یه انیمه‌ای که من خیلی دوستش دارم سولو لولینگ. بچه‌ها من عاشق سولو لولینگم، مانهاشو 3 بار تا الان خوندم و هر بار اون هیجان اولو داره. من به شخصه مانهاشو بیشتر از انیمه دوست دارم و انقدر این ساتیسفاین پیشرفت میکنه که نمیدونم چی بگم. خب دیگه بس راجع به انیمه حرف زدم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کامنت بذارید و منو سابسکرایب کنید. خب بیبی دراگونای من توی ویدیوی بعدی میبینمتون.